شام گذشته با برگزاری یک چهاربینی تنتنوی غالبان و جایزه‌داران چمپیونات آسیا اوید به کورش مورد قدرشناسی قرار گرفتند. در مراسم سپاریدن مکافات پولی‌ها مسئولین ورزش کشور، رهبریت فدراسیون کورش، ورزشکاران و مربیان و سابقه‌داران ساحه شرکت کردند. مهمانان ضمن برآمد جایزه‌داران این مسابقه با شکوه سطح قروی را با دستاوردهای نظرسشان مبارک گفته برایشان موفقیت‌های بی‌نظیر را تمنا نمودند. باعث افتخار است که در دوران استقلالی ما جوانان میتوانیم که در این مسابقه های سطح بلند از آن جمله چمپیونات آسیا، چمپیونات جهان در سیاست خیرتمندانه و ورزش پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت امام علی رحمان و دستگیری های همیشگی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری اسلامی رئیس شهر شام محترم رستم علی آخه سهمگذار باشیم و در چنین چمپیونات ها شرکت ورزیم و پرچم دولت عزیزمون رو بلند برداریم. جای تاکید است که چمپیونات آسیا اوید به کورش از 2 تا 4 آگوست در کشور کره جنوبی دایر گشت و منتخب تاجیکستان در عموم 8 مدال، 2 طلا، 2 نقره و 4 برنجی به دست آورد. شکرمحمد میرمحمدوف و سرور عبدالشکورов که صاحب مدال طلا گردیدند از جانب دستاندرکاران با مبلغ در حجم 30,000 سومانی سرفراز شدند. و برندگان مدال های نقره اسکندر محمد خوجازاده و عمرجان بابوعلیف 10,000 سومانی تقدیم گشت. سپس همروز رجبوف، اولوغبک رحیموف، حلیم جان حلیموف و محمد شریف نجمیدینوف که صاحب زینه سیوم شدند با 5,000 سومانی قدرشناسی گردیدند. لازم به یادآوری است که این اقدام هوسمندی ورزشکاران را به مراتب زیاد خواهد کرد تا در مسابقه های نوبتی خوبتر و بهتر برآمد نمایند.